قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. میگوید که سونه الله سبحانه و تعالی میگه یا عبادی كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم یا نعم، یعنی همه شماها که ضال گمراهید، همه شماها که بدهید یعنی گمراهید الا همونه که من هدایت کردم. نعم، یعنی همه گمراه الا همونه که چه الله هدایت کرده باشد. و من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. یعنی مهتد هدایت یافته همونه که الله هدایت کرد و کسی که الله باید گمراه کند و هیچ کس چه هدایت کننده نمیتواند و چه هدایت کننده نمیتواند. یعنی شما همتون چه گمراهید. یعنی این حدیث چه تعارض نه بین این حدیث و بین حدیث عیاض ابن حمار. دیدن گفتیم که عیاض ابن حمار المجاشعی قیل حمار با فتح حای و تشدید میم حمار، لیکن صحیحش حمار، نه اسم حیوان میگوید. یعنی عیاض ابن حمار المجاشعی رضی الله تعالی و ارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. یعنی من بنده های چی میگوید الله تعالی چی خلق کردم؟ حنفاء معناش ما من مولود الا يولد على حنفاء معناش فطره معناش حنیف توحید. یعنی هر یک کس همین چی معنای همین بگفتیم که دیروز گفتیم مونده الست بربکم قالوا بلا. یعنی هر کس که دنیا به میبیاد و هو یشهد ان الله عز وجل هو ربه. یعنی انسان دنیا به چه؟ به فطرت و به توحید میومده است. هم خیلی نه. طيب اینجا گفته که شما هم رفتون گمراهید. فهمید یا نفهمید؟ اشکال ها یا نیست؟ یعنی این حدیثند شما هم گمراه و این حدیثند حدیث ابو هریره و حدیث مجاشعی ابن حمارند چه؟ شما همه چیت توحیدنده اید. معناش یعنی چی؟ نعم، شما وقتی که آمدید الله سبحانه و تعالی خلق هدایت به فطرت به مهیا کردگی، تیار کردگی بای هویا. لیکن اناکنون هدایت حقیقی یافتن باید که چی؟ تعلم الحق، باید که تعلیم گیرد بای هو. فهمدید؟ تعلیم باید که یعنی چیست؟ الله تعالی دل چی؟ فطره به چی کشاد کردگی. لیکن چی میکند اینا؟ همین سبب ها پدر مادرش و دیگرها اینا چیکار میکند؟ یعنی گمراه میکند و الا دل چه تیار حق قبول کردن به حق قبول کردن به تیار. همین به شما وقتانه هدایت طلبید، من شما به هدایت میتیم. هدایت میتیم یعنی معناش چی میکنم؟ یعنی شما های هدایت به میسر میکنم. یعنی نمیشد که مثلا چی شب خوراک تو سحر خیست و چی شد اولیا شد. نه، باید که چی شود؟ یعنی اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عمل باید که چی؟ طلب علم کنی. فهمیدید یا نفهمیدید معنای حدیثه؟ یعنی معنای چی تکون؟ یعنی طلب هدایت. برای همین الله تعالی یگونه چیزی که رسول با امر کرد که زیاده پرس چیه؟ پرس گفت دینار، درهم، زن، فرزند، مال، شتور، اسب، چی؟ علم. رب زدنی علم یگونه چیزی که یعنی معناش یگونه چیزی که خیر این علم. دیگه چیز همش زیادش چی؟ نقصان. رب زیادت نقصان. فهمید؟ یعنی مال بسیار شویش معناش نقصان به دلالت میکنه. نعم. یا عبادی كلكم جائعون الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. یعنی شماها همتون چیت؟ گرسنه اید الا همونه که من طعام دادم. پس طلب چی؟ فاستطعموني، طلب طعام کنید، من شما به چه طعام میدیم. نعم. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. یعنی الله رزاق، رزق دهنده که الله سبحانه و تعالی. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. یعنی رزق کی طلبید؟ یگانه از الله سبحانه و تعالی طلبید. یا عباد كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني نم اكسوكم. یعنی كلكم عار یعنی لوچ به لباس شما. الا من كسوته، الا کسی که کسوتو معناش چه؟ عاریاتون کاسیات. الا همونه که کسوته کسوه یعنی
لباس پوشوندم من وای برای همین طلب لباس کنید من شما به لباس میدم. نعم برای همین رسول صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ میگوید که فلیسأل احدکم ربه حاجته كلها حتی شسع نعله اذا انقطع. یعنی میگوید که رسول صلی الله علیه و سلم همه چیز حاجتت پرسد الله تعالی، کل الفاظ تمام حاجتت الله پرسد. حتی شسع معناش میدونید چه معنای شسع؟ شسع شینون سین عین. نعم شسع نعم صحیح. چی گفتید؟ نه بنده که چه؟ پتینکه. فهمیدید؟ فهمیدید یا نفهمیدید؟ فهمیدید؟ حتی همین اذا انقطع اگر کنده شود حتی همین از الله سبحانه و تعالی بپرس همین. هم به بعضی اسرائیلیات اومده که موسی علیه السلام ربش میگه که یا الهی انی استحی منک ان اسالک کل شیء. گفت که موسی سلنی حتی ملح عجینک و علف دوابک. میگه که من شرم دارم یا الله همه چیز از تو پرسیدنه. گفت الله تعالی میگه موسی پرس حتی نمک خمیره پرسم حتی علف بندین علف چی؟ حیوانت پرس. همه چیز از الله تعالی پرس. یعنی این چی به دلالت میکند؟ موهای ضعف و بدن و عاجز بدن و به چی دلالت میکند؟ یعنی همه چیز باید که چی؟ از الله سبحانه و تعالی طلبی. نعم همین چیز دلالت میکند. ابن رجب میگه که کان بعض السلف كانوا لا يسألون حوائجهم الدنيوية لكن يقول نعم والاتباع والاقتداء بالسنة أولى. رسول صلى الله عليه وسلم أمر كات يعني هم حجته تطلع برای چی نمیطلبه؟ الله سبحانه و تعالی يحب الله دوست می‌داره وقتی که پرسی. بخلاف که آدم پرسی آدم چی میکنه؟ یعنی غضب میکنه. یک بار پرسی دو بار پرسی ها خلاص. لیکن الله تعالی دوست می‌داره دیگر پرسی. هم خیلی نه. یا عباد انکم تخطئون باللیل والنهار. الله اکبر. تخطئون یعنی از خطا. شب و روز شما چی میکنید؟ خطا میکنید. و انا اغفر الذنوب جمیعا. من تمام گناه‌های چی میبخشم. فاستغفرونی اغفر لكم. یعنی چی؟ استغفار طلبید من شماهای چی؟ گناهاتون چی میکنم؟ یعنی میبخشم. گناهاتون چی میکنم؟ یعنی میبخشم. نعم حدیث حسنه یعنی ابن ماجنگی كل بني آدم خطاء و خیر الخطائین توابون. یعنی هر بنی آدم چی بوده است؟ یعنی خطا یعنی خطا کننده و بهترین خطا کننده ها چی؟ همونایی که چی؟ توبه میکند. یعنی توبه میکند. یعنی نعم ان الله یغفر الذنوب جميعا. نعم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. یعنی هیچ وقت از رحمت الله تعالی ناامید نشوید زیرا که چی؟ الله سبحانه و تعالی همه گناه‌های چی میبخشد. همه گناه‌های چی میکند؟ میبخشد. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. یعنی این عبارت چی؟ یعنی الله سبحانه و تعالی میگوید که یا بنده هاش به چی میگوید؟ یعنی شماها چی؟ یعنی لن تبلغوا ضری فتضرونی. یعنی من چی؟ ضرر رسونده نمیتوانید. یعنی بنده ها چی؟ الله سبحانه و تعالی به یک منفعت یا ضرر رسونده نمیتوانند. برای که الله سبحانه و تعالی چی است؟ غنی حمید. الله تعالی خودش چی؟ به حاجت از همه و الله تعالی خود بنده هاش به چی؟ حاجت ندارد. یعنی ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا. یعنی همون هایی که یعنی کفر به شتاب میکنند بایها چی؟ توی غمگین نکنانند بایها چی؟ الله سبحانه و تعالی به ضرر رسانده نمیتوانند. و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. یعنی این مثلا مرتد شدنش از دین گشتنش این کارش که چی؟ الله سبحانه و تعالی به هیچ وقت چی؟ ضرر رسانده نمیتواند. یعنی تو عملی کردگید گناه عملی کردگید که الله به چی هیچ وقت فایده نمیبیاری. هم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
یعنی خلق انسان و جن برای چی بود؟ یعنی برای که الله تعالی خلق نکرد که تو که چی وای ها به محتاج، نه تو که چی وای ها عبادت کنن. ها تو برای خودت عبادت میکنی، برای خودت عبادت میکنی. ها یعنی الله سبحانه و تعالی عبادت تو به چی حاجت ندارد. ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. ها یعنی حج فرض هم بنی آدم به کسی که قادر باشه و کسی که اگر یعنی نه چی نکند الله چی وای غنی عن العالمین، الله به حاجت از عالم ها. الله توی حجت به قربانیت به حاجت ندارد این چیزات به الله سبحانه و تعالی حاجت ندارد. نعم سنه عباره آینده لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، یعنی روایت شهر ابن حوشب. یعنی این حدیث از ابو ذر گفتیم از طریقی که آوره موینه از طریقی ابو ادریس الخولانی، كذلك از حدیثی که اومدگی از طریق ابو اسما اومدگی من طریق ابي اسما، ابو اسما عمرو بن مرثد الغنوی ابو اسما، و كذلك از طریقی که اومدگی از طریق عبدالرحمن بن غنم عبدالرحمن بن غنم یعنی با فتح الغین و نعم و اسکان چه نون غنم. نعم حدیث شهر ابن عوشب مسند احمد انده زیاده چه اومدگی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم حیکم و میتکم، حیکم و میتکم و کبیرکم و صغیرکم و رطبکم و یابسکم. این زیاده ها اومدگی. این چی اومدگی؟ یعنی معناش اگر همه اول شما ها و آخر شما ها، اول شما ها و چه آخر شما ها. اولی یعنی از آدم علیه السلام یعنی از آدم علیه السلام و آخرکم یعنی آخر شما ها، یعنی تا روز قیامت انس و جن، انس و چه جن، و كذلك مردهاتون و زندهاتون، و كذلك خردهاتون و کلونهاتون، و كذلك مرد و زنهاتون، و كذلك خشک و تر. یعنی تمام مثلا یعنی خشکی های تاری های نهال ها رستنی ها همه امینا چی شود؟ یعنی یک جا بیستد. یعنی معناش کانو علی اتقى قلب رجل واحد منکم، همه امینها چی یک قلب بنده صالح باشن، هم باشن چی باشن؟ یعنی یک صالح ترین بنده باشن. صالح ترین بنده امینا همه امین به صالح ترین بنده دلش داده شده باشد. یعنی ما زاد ذلك في ملک شیء، یعنی عباره گذشته به چی تاکید این چیز ملک ما به یگون قطره چیز زایده نمیشه. یا عبادی لو امن اولکم و آخرکم و انسکم و جن كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملک. اگر همه شماها همه روی زمین اند از همه فاجرترین آدم همه دمی خیر باشه، یعنی این که ملک من چه ذره چه ناقص نمیشه. یعنی صلاح آدم ها الله ملکش به زایده نمی بیارد. فسق و فجور کفر شرک و رده و ظلم آدم ها ملک الله تعالی ضرر نمی بیارد. یعنی چه دلالت میکند؟ غنا باهی به حاجتی رب العالمین به دلالت میکند. یعنی آدم ها هیچ وقت الله به یک فایده هم با یک چه ضرر هم چه رسانده چه نمیتونسته اند. یعنی فایده یا چه ضرر رسانده چه نمیتونسته. یعنی نه ثم يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما تنقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل في البحر. روایت شهر ابن عوشوانده اذا ادخلت الابره في البحر. الابره معناش چه؟ سوزن. یعنی الله تعالی میگه که بنده های من میگوید یعنی همه شماها اولاتون آخراتون انساتون جناتون همه یک سعید، یعنی معنای سعید چی؟ یک جابه یک مکان معین به همتون چی جمع شدید، همتون یک جابه جمع شوید. هر کس چی سون مسئلهش پرسد، همش مسئلهش پرسد. فاعطیت کل واحد مسئله. هر کس این میپرسد که یک وادی شتر، این یک وادی بقره، این یک وادی گوسفند، این یک وادی طلا، این یک وادی، هر کس مسئلهش دادم. چی میشه این کتاب؟ چقدر ملک الله سبحانه و تعالی کم میشه؟ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر.
یعنی ملک من چقدر کم میشه میگه الله تعالی بحر است که هم بحر سوزن هم سوزن میرید و وقتی که بحر میاندازد سونو میگیرد همراه خودش چی قطره کمتر نه یک قطره میگیرن یک قطره میافته خشک میشه دیگه هیچ چی گرفتن نمیتونن الان این قطره گرفتگیتون بحر چقدر شما کم کردید آبشه ها هیچ کس داوده نمیبیاد که تو آب بحر خشکاری گفتین کار حتی پیاله آدم پیاله به سوزن انداخته گیرید یعنی ها کم میشه یا نمیشه ها هیچی نمیشه این چیز یعنی معناش این چیه این چه دلالت میکند یعنی هذا کلام این کلام نقصان بنه خرجه چی به دلالت کرد یعنی این مخرج تحقیر دنیا عند الله عز و جل یعنی دنیای تحقیرش نزد الله تعالی نبیدنش به دلالت کرد ها برای همین آیه قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم بما قالوا ولعنوا ها نعم غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ها يد الله ملآ پر ها ينفق كيف يشاء از همان روزی که الله تعالی آسمان زمین خلق کرد نفقه میکند از دست راست چند بدگی چیز یک قطره چیزی کم نشد هیچ چیز کم نشد ملک الله تعالی هیچ وقت کم نمیشد ها ملک الله سبحانه و تعالی هیچ وقت چیز کم نمیشه این چی به دلالت میکند این دلالت میکند که عباره پیشنه یعنی فقر محتاج آدم ها به این دویم عباره غنای توانایی الله سبحانه و تعالی به چی دلالت میکند آخرین فقریشان میگوید که رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که یا الله تعالی میگوید که یا عبادی انما هی اعمالکم احصیها لكم انا من چیز ثم اوفیکم ایاها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه یا عبادی بنده های من میگوید انما هی اعمالکم احصیها لكم این عمل های شما احصیها لكم من همین احصیها از احصا می شمارم همیشه چی مراقبه میکنم همیشه چی میدونم همیشه میبینم همیشه چی میکنم مراقبه میکنم ثم اوفیکم ایاها ثم روز قیامت اند چی پیشاتون به میبیارم ها شما به چی میکنم یعنی نشان میدم پیشاتون به چی میکنم یعنی نشان میدم یعنی ها یعنی همین به چی میشد یعنی حدیث عدی بن حاتم حدیث صحیحین عنده ما منكم من أحد إلا سيكلمه الرحمن ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر إلى أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ويرى تلقاء وجه النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة وفي رواية الأعمش واتقوا النار ولو بكلمة طيبة روز قیامتنا هر کس مقابل الله تعالی استاده چیه سخن میگه ترجمان نیست الله تعالی لغتای خودش خلق کرده آدم با شرط ضعیفش چه طرف راست میگه شاید هم کسی یردم ممتع راستن فقط عمل هاش میبیند چپ پنده فقط چی عمل هاش میبیند پیشنده چی جهنم میبیند هم به چی یعنی این دنیای چی بوده دنیای عمل دنیای چی وای دنیای عمل دنیای چی وای این عمل هم به تو پیش از این میبینی عملات قبرت نمیبینم خیلی یعنی حدیث برا بعد از همین سنت چی میشد اگر رجل صالح باشه دم سه سوال و جواب کرد میگه که ربی الله و دین اسلام و نبی محمد صلی الله علیه و سلم جاءنا بالبينات والهدى فاتبعناه وعجبناه واتبعناه گفت جواب داد تو چی میبینید یک رجل میبینید قبرش انده یک رجل میبینید رجل فی احسن حال نعم و اطیب رائحه فيقول من انت وجهك وجه خير قال لك انا عملك هم وقتا قبر يعني ظلمات تنهایی ظلم دهشه وحشه ها طرز همین چی میبید یعنی یک آدم میبید آدم بهترین هیئت اند خوشرو یعنی آدم بوی خوش اومده ساز است اوای میگه که تو کی میگوید روی خیر یعنی تو اکید که به خوش خبر اومده پیش من اول نوگفت چی میفهمد که یک خوش خبر یک چیز اینه قبر میگه من عملی تو نگرید
یعنی عمل الله سبحانه و تعالی قادر که ان يحول الاعراض الى الجواهر ردا للمعتزله. یعنی من در و اینا برای ما اینا نمیگیریم، خداشون گفتن یعنی اعراض های جواهر های، ها اعراض های چی؟ جوهر های. اعراض یعنی چیزی معنوی دراز خورد، یعنی هم مثلا یعنی علم، ها علم اعراض یا که جوهر. اعراض یک چیزی که وای حسیات حسیات به چی نیست، 5 حسیات ما که دیده نمیشه. یعنی علم چند کیلو، درازش چقدر، بویش چخیل، ملایم یا سخت چخیل، فهمده نفهمده؟ لیکن جوهر مثلا این چی؟ جوهر مثلا این یعنی این مثلا نیم کیلو میستد، مثلا درازای کوتاه سخته مثلا، فهمده نفهمده؟ الان میخواد یعنی چی؟ عمل چی بوده است؟ اعراض. لیکن الله تعالی چی بگردون؟ یعنی جوهر بگردون. اما چی باشد چی؟ جواب داد نتواند چی؟ آدم میبیاد فی اصل حالی، ها و یأتی منه رائحه کریه نتنه یقول من انت وجهك وجه شر، ها بدترین صورت نمیبیاد، بدبوش نمیبیاد. یعنی میگوید که تو کی میگوید روی خوب نمیگوید تو یک بدیاوری من به ها همین حدیث. لماذا تلومونی؟ برای چی من ملامت میکنی؟ من عمل تو، من عمل تو. همین چه گفت الله تعالی میگه که این عمل های شما ها احصیه جمع میکنم، ثم اوفی، ثم چی میبیارمتون. فمن وجد خیرا فلیحمد الله، اگر خیر باشد وجهک وجه خیر باشد احمد ربک عز وجل، احمد گفت یعنی. و من وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه، اگر غیر اینو یابی کی ملامت کن، کی ملامت کن، کی ملامت کن، خودت ملامت کن، خودت ملامت کن. فمن يعمل مثقال ذره خيرا یراه و من یعمل مثقال ذره شرا یراه. هر کس که عمل خیری کرد مثل ذره برین همین میبیند، ذره برین عمل شر کرد چه ویا چی میکند؟ یعنی میبیند. والحمد لله رب العالمین. صلی الله علی